من میخواستم در یک قضیه گپ زنم. امروز در یک گروه ها یک گویم که نوار آمد در همونجا در از یک منطقه های روسیه باز کدام میگرانت کروچی دستگیر کردن با گمان تروریسم و میگویند که این میگرانت گویا که از طرف اوکراین چی شده است، گویا که تبلیغ از جانب اوکراین شده است. این میگرانت میخواست است که همون گویم که شعبه های کارهای داخلی سود و پروکراتوری که در همون روسیه هست باید که میترک کند. با این گونه گویم که سخنها او را دستگیر کردیم. البته این مسئله برای چی مرا به یک فکر آورد؟ گویم که آخرین دفعه تقریبا یک هفته پیش در پیسکوف، شهر پیسکوف روسیه، 3 تاجیکی که در رستوران در یک چاخانه کار میکردن، همونها را چیکار کردند؟ کشتند. در رستوران کار میکرده است، یکیش در رستوران، بعد دیگرش از رستوران رفته بود است در کدام جایی که در تجارت کار میکرده است، سومش باشد در تاکسیران بود است. همش را کشتند که گویا که اونها چیکار کردنی بودن، اونها هم باز گوجار ترکاندنی بودن. لیکن پدر و مادر اینها میگوید که اینها نمازخوان نبودن، اینها نفرهای عادی بودن، کارگر بودن، جوانان تاجیکی که در رستوران، میفهمی رستورانی که در اونجا شراب میفروشد، بله، این جوانان کار کردن با گویا که اینها اسلامی بودن و با میخواستن که گوجا را ترک کنند. امروز باز کدام خانه مهاجر گویم که سوخت با تهمتی که گویا که اینها چیکار، این نفر رو چیکار میکردن، این یک نفر را دستگیر کردن، حالی با چند نفرهای دیگر را چیکار میکند؟ همین گونه با تهمت همین، با همین کردوکار با زندان میکنند. با چندین مهاجرا، زنهای اونها، مادرهای اونها، فرزندهای اونها. از همه بدترینش این است که بعد زندان شدن اگر که 3 سالم، 5 سالم، 10 سالم حکم گیرن، حیات این جوانها سوخت. میفهمی؟ نفری که با جرم تروریسم زندان میشود، بعد از زندان آزاد شدن برای وی در این حیات گویم که چی نیست؟ یک آرامی نیست، آسودگی نیست، حتی که گناهکار نباشد هم او را باز تهمت میکنن، باز میبرن، باز زندان میکنن، یا که یک عمل از جانب دولت ها اجرا کرده میشد، بعد عاقبتش چی میشود؟ این جوان ها قتل میشوند، نابود میشوند. 3 جوان تاجیک که گویم که در رستوران کار کرده است، هیچ کس از اینها چی نکرد، از حق و حقوق اینها دفاع نکرد، آواز بلند نکرد. گویا که یک سگی که بی صاحبه، یک نه 3 سگ بی صاحبه کشتند، تمام با همین تمام است. و یگان کس امروز نه از جانب تاجیکستان، یگانه رئیس شهر پنجکن گفت که ما اینها را تحقیق میکنیم، با کیا دوست بودن و با چی بودن. برای چی تو تحقیق میکنی؟ تو کی هستی؟ باید که یوریستای بهترین میرفتن این عملها را تحقیق میکردن. بعد از کراکوس سیتی، پیش از کراکوس سیتی، 10 ها 100 ها جوانان تاجیک همین گونه بردن، زندان کردن، کشتن، قتل کردن، نابود کردن. نخواد که در آمارها همین دلیل ها در نزد حکومت تاجیکستان نباشد. هزارها جوانهای تاجیک امروز در زندان روسیه است. و باز یکی چیزی که هست که هزارها جوانهای تاجیک، صدها نه امروز هزارها جوانان تاجیک در جنگ اوکراین کشته شدند. هزارها. حال این آمار نبرآمد، لیکن بعدین میبراید این آمار هم. میفهمید؟ پدر و مادرها خف هستند. برای چی؟ برای اینکه اونها میخواهند که با همین کشته شده ها فرزندشون مرده است، با همین میخواهند که پاسپورت روسی گیرن، 1-2 میلیون 3 میلیون پول گیرن برای پول و برای پاسپورت روسی و برای نمیدونم 6 ساتق زمین. امروز هزارها عائله های تاجیک خف هستند که فرزنداشون امروز در خاک اوکراین مرده است. ماه سپتامبر یا اکتبر بود، خطا نکنم، 890 نفر وارد جنگ کورسک
وارد همونجا می شود از 800 نفر تقریبا 50 نفرش تاجیک بودگی است. از همون 50 نفر تاجیک کلا که از 900 نفر 70 نفر زنده میبراید. میفهمی؟ 30-40 نفر یا 50 نفر تاجیک اوجا در آمد از جنگ، از اونها زنده چند کس؟ تقریبا 3 نفرشون زنده برآمدگی اصلا خلاص. امروز هزارها تاجیک ها، هزارها مرده هاشون در زمین های اوکراین خواب است. برای چی دولتی گویم که دولت تاجیکستان از قفای این فرزندان تاجیک نیستن؟ نخواد که گویا که از تاجیکستان گرفتن اونجا قشاقی بود است، چی بود است، گویا که از گوشنگی میمردن، آمده در خاک اوکراین رفته مردن. این چی است؟ بله درسته که کشته نابود کردن یک ملتی دیگر، حمایه کردن یک دولتی دیگر. اگر مردنی میبودی رو هم در تاجیکستان هم میمردی خوبتر بود. نه اینکه هدفهای این دولت‌هایی که هستند دولت‌های ابرقدرت حمایه کرده مردن. باز در همون سنتر میگرانت اف تاجیکستان گفتگی در یوتیوب یک کانال هست، در همونجا کلا تاجیک‌ها را چند نوارهاشون هست تقریبا 30-40 با در همون جنگ اوکراین در همین کورسک هستند، کورسک و دونیتسک و لوگانسک هستند، طرف اوکراین راکت میپرونند، میگوید تاجیکستان به پیش. یه دیوانه ها، شما در روسیه هستید لیکن در خاک اوکراین هستید، از جانب روسیه میجنگید در خاک اوکراین، در اونجا چی تاجیکستان به پیش؟ این شعاری هم پیشواشونه دیگه هم گجای که بروان هم تاجیکستان به پیش همون استفاده میبرد. به نزدیکی باز همین ماه ینور بود، باز چندین در همین ولایت کورسک چندین نفر تاجیک مرد، صدها نفرشون زخمی هستند. انگرها پر از گروه هست، مرده ها پر هستند. بس از آخر کشتن نابود کردن با هر یک نیمی تاجیک، مردم تاجیک، مردم مسلمان تاجیکستان ببرند در خاک اوکراین میکشن، نیمشون با تهمت تروریست و اکستریمیست در خود شهرهای روسیه میکشن، با دیگرشون همچون گویم که سوداگری مواد مخدر زندان میکنن. بس از کشت و قتل و با مادران پدرانی کل همین مردم مسلمان تاجیک گفتنی هستم که برای 4 سال پول فرزنداتون با کانترکت نفرستید به اوکراین برای جنگ، برای یک شهروندی نفرستید فرزنداتون به جنگ اوکراین. و با مقامات گفتنی هستم برای چی وقتی که جوانهای تاجیک رفتن به سوریه رفتن اونها را تروریست خواندید؟ و این امروز هزارها تاجیک میروند به جنگ اوکراین، اونها تروریست نیستن؟ خانه های اونها را آرام نماندید، پدر و مادر اونها را آرام نماندید، لیکن امروز از این چیزها شما دور هستید. مالی فرزنده اومد دیگه، اکتش گریه دارد. تمام تشکر زیاد.